محترم کارمندان ساحه معارف، استادان و آموزگاران، دانشجویان و خوانندگان و حاضرین گرامی، در عرفه سال نو تحصیل، روز دانش و درس صلح، همه شما و مخصوصاً کودکانی را که باری نخست به آستانه مکتب قدم میگذارند صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. ملاقات هر ساله با دانشجویان و خوانندگان و کارمندان ساحه معارف کشور در روز دانش فرصت خوبی فراهم می آورد که ما وضع این ساحه حیاتاً مهم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. زیرا محض دانش عامل اساسی رشد استوار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر یک دولت، اینچنین سرچشمه موفقیت و زندگی آسوده هر یک انسان می باشد. نیاگان خردمند و روزگار دیده ما دانش را بهوده قطب‌نمای زندگی، چراغ روشن، جوشن تن، پرچم ظفرمندی و استادی بی‌منت نگفتند. در این بابت فردوسی بزرگ در شاهنامه بی‌زوال خود چنین گفته است: بیاموز و بشنو ز هر دانش، بیابی ز هر دانش رامش. در زمان ما که رشد با سرعت و بی سابقه علم و دانش، تکنیک و تکنولوژی ها و بخصوص ذهن صنعی خصوصیت برجسته آن می باشد، دانش آموزی اهمیت اولین درجه و حتی حیاتی پیدا کرده است. یعنی عصری که ما در آن کار و زندگی کرده ایستادیم، عصر علم و دانش، کشفیات و اختراعات، تکنیک و تکنولوژی های نوترین، زمان پیشرفت و ترقیات ملت و خلق‌های باسواد و دانشمند و نوآور و اختراعکار می باشد. به شرافت استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در تاجیکستان عزیز ما برای علم و دانش آموزی نسل نورس و جوانان تمام شرایط و امکانیت‌های ضروری مهیا کرده شدند. هر سال در مملکت صدها مؤسسه نوی تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی، مرکزهای تحصیلات علاوگی، زبان آموزی و آموزش فنهای دقیق بنیاد و به استفاده داده می شود. تأکید می نمایم که تمام پیشرفت و دستاوردهای ما از جمله در ساحه معارف، حیات شایسته و آسایشته مردم پیش از همه به پایداری، صلح و آرامی و ثبات سیاسی وابسته می باشد. بنابراین باعث قناعتمندی و افتخار است که سال نو تحصیل در دیار محبوب ما با درس صلح آغاز می یابد. صلح سر بلند و قامت بالای ما، بخت و سعادت هر یک خاندان و اساس پیشرفت دولت و ملت از جمله رشد ساحه معارف می باشد. در نوبت خود مکتب و معارف وسیله حفظ و تحکیم صلح و آرامی و ثبات سیاسی در جامعه به حساب می رود. چنانکه مشاهده می کنیم وقتهای آخر وضع گیاسیاسی سیاره با سبب تلاش های بی سابقه قدرت های جهانی
برای از نو تقسیم کردن جهان، مصالح شوی با شتاب، تشکیل ترتیبات نوی جهانی و دیگر روندهای خطرناک نهایت مرکب و حساس گردیده ایستاده است. در چنین وضعیت که امنیت جامعه بشری و حتی استقلال و آزادی کشورها زیر خطر قرار دارد، قدر و منزلت صلح و اهمیت ثبات و آرامی روز به روز می افزاید. در نتیجه جنگ و مخالفت‌های مسلحانه میلیون‌ها نفر ساکنان کشورهای گوناگون ترک وطن کرده، هزارها نفر از جمله کودکان و نورسان جان خود را از دست دادند و متاسفانه این وضعیت خطرناک ادامه دارد. چنین حالت بی سر و سامان تأثیر منفی خود را بواسطه بر روند تعلیم و تربیت نسل‌های نورس و جوان رسانیده، حالا میلیون‌ها نفر کودکان از حق تحصیل محروم گردیدند. دور ماندن از تعلیم و تربیت در نوبت خود باعث کاسته شدن اندیشه صلح‌خواهانه و تلاش به خاطر صلح و آسایش می گردد. زیرا بر اثر مناقشه های جهان معاصر نه تنها انفراستراکچور تعلیمی خراب و ولنگار می گردد، بلکه فضای ترس و هراسی در نتیجه آن به وجود آمده بر روی کودکان و نورسان زیان کلان می رساند. از این رو ضرور است که در تمام زینه‌های تعلیم به مسئله ترغیب فرهنگ صلح آفری، وحدت و همدیگر فهمی، پیشگیری کردن تبلیغات کینه و عداوت، تفرقه اندازی و زورآوری و خشونت اهمیت مخصوص داده شد. من ضمن سخنرانی‌های خود همیشه تأکید می‌نمایم که مردم ما نباید حوادث سالهای 90 عصر گذشته، جنگ تعمیلی شهروندی و عاقبت‌های دهشتناک آن را فراموش سازند، بلکه آن را همچون درس عبرت تاریخی دائم در خاطر داشته باشند. به قدر صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی همچون ارزش‌های بزرگ حیاتی رسند، احساس بلندی وطن دوستی داشته باشند، نورسان و جوانان را در همین رویه تربیت نمایند و به خوبی درک نمایند که آسایش و خوشبختی تنها در همدیگر فهمی و اتحاد و سرجمعی ملت است. اوضاع امروزه جامعه بشری جوانان ما را وادار می سازد که اندیشه صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را همچون جزء مهمترین و جدای ناپذیر فرهنگ و هویت ملی قبول کرده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری این نعمت بی‌بها سعی و تلاش نماید. تشبث نوبتی کشور ما دایر به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده ادامه منطقی تلاش‌های صلح‌خواهانه تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. سفربر نمودن سعی و تلاش جامعه جهانی به حل مسئولیت آمیز مشکلات سیاره از قبیل مخالفت‌ها، جنگ و نزاع‌ها، فقر و نابرابری و تغییریاب اقلیم که به صلح و امنیت نسل‌های آینده خطر دارند، ماهیت تشبث ما را تشکیل می‌دهد. از این لحاظ هنگام درس صلح از گذشته وزنین و نه چندان دور خلقمان یادآور شده شاگردان یعنی نسل‌های نورس و جوان را دعوت باید کرد که به قدر صلح و وحدت ملی رسند و این ثروت بی‌بهای زندگی را که ثمره عزم و تلاش و فداکاری و جان‌نثاری‌های جانمردان باننگ و آر
و مردم شریفمان می باشد پاس دارند. حاضرین گرامی، چند سال است که در کشور روند اصلاحات ساحه معارف با مرام ادامه دارد. در این مدت سندهای زیادی معیار حقوقی تهیه و قبول کرده شدند. مبلغ‌زاری به این ساحه مهم سال به سال افزایش داده شد که این پیش از همه با بهتر گردیدن شرایط تحصیل، انفراستراکچور ساحه و وضع اقتصادی آموزگاران مساعدت کرده ایستاده است. علاوه بر مبلغ‌های بودجتی، هر سال به ساحه معارف از حساب لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی مبلغ‌های زیاد جدا کرده میشه. حتی برای همین دانشگاه که امروز ما اتفاق کردیم، در بنیاد همین 3 کار 60 میلیون سامانی از حساب بانک آسیایی رشد سفربر کرده شده است. باید گفت که در 34 سال صاحب استقلالی ساحه معارف از حساب بودجت دولتی 67.4 میلیارد سامانی و از حساب لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 6.2 میلیارد سامانی، یعنی در مجموع 73.6 میلیارد سامانی مبلغ‌زاری گردیده است. امروز در ساحه معارف 11 لایحه با مبلغ 4 میلیارد و 300 میلیون سامانی تطبیق شده ایستاده است. طی دوران صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان ساحه دوره به دوره بیش از 20 برابر زیاد کرده شد. با در نظر داشت منتظم افزودن شماره اهالی و وابسته به این زیاد شدن شماره خوانندگان ضرور است که ساختمان مکتب‌ها، صنفخانه‌های علاوگی و با تجهیزات تعلیمی زمانوی تامین کردن آنها وسعت بخشیده شود. ما سپاسگزاریم که صدها نفر صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه در این سمت با حکومت مملکت همکاری ثمره بخش دارند. میخواهم با قناعتمندی قاطع نشان نمایم که طی دوران صاحب استقلالی از جانب صاحبکاران وطن دوست کشور و شخصان سخاوت پیشه به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون سامانی 1435 مؤسسه ساحه معارف با 231,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. برای همینم من از نام خود و حکومت جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر به کل صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه کل مردم تاجیکستان منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سال 2025 در قلمرو کشور از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری ساختمان 309 مؤسسه تعلیمی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای بیش از 94,000 جای نشست ادامه داشته تا آخر سال زیاده از 200 بنای نوبنیاد با تمام شرایط ضروری به استفاده داده می شود. ما حساب کتاب کرده تحلیل کرده برآمدیم. من در پیامم بیان داشتم با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدا ما پورا مکتب بچه را با جای نشست تامین میکنیم. با در نظر داشته زیاد شدن شماره اهالی، اینچنین با وجود آمدن محل های نوی اهالی نشین، رهبران ولایت ها و شهر و ناحیه‌ها، وزارت های معارف و علم، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی با جلب سرمایه داخلی و خارجی، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی باید جهت بنیاد و از نوسازی بنای مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌های ضروری اندیشید. ما اولا غم انسان را خوریم، غم آینده ملت را. آینده کی است؟ نبیره و ابیره و فرزندان ما شما.
که آنها بیسواد نمانند. بینید در دنیا من اشاره کردم، دائما تاکید میکنم چگونه با سرعت کیهانی ذهنی سونی پیش میرود. اما در کجا قرار داریم؟ هستند بعضا پیشروی‌ها لیکن کم. اگر هرچی قدر سطح معرفتناکی سوادناکی ملت بلند باشد، دولت هرچی زودتر رشد میکند، ترقی میکند، پیشرفت میشود. البته این در 1 سال و 2 سال و 10 سال بازدهی نمیشود برای وقت در کار. محترم اهل معارف، چنان که پیوسته تاکید مینمایم، حکومت مملکت به وضع مؤسسه‌های تا مکتبی توجه خاصه دارد. زیرا نخستین فهمیش‌های کودکان درباره محیط و اشیا محض در همین زینه تحصیلات شکل می‌گیرد. در برابر پیشروی‌های معین در این ساحه هنوز مشکلات زیاد نیز جای دارند که پیش از همه کم بودن شماره مؤسسه‌های تا مکتبی و کودکان با تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته شده از جمله آنها میباشد. در نظر باید داشت که افزایش با سرعت اهالی طلبات جامعه را به تحصیلات تا مکتبی سال به سال افزایش داده ایستاده است. چون این حالت رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، وزارت معارف و علم همچنین پدر و مادران را وادار می‌سازد که بنیادی مؤسسه‌های تا مکتبی و تأسیس شکل‌های الترناتیوی فراگیری به زینه تا مکتبی را گسترش بخشیده، اجرای طلبات استراتژی ملی رشد معارف را در خصوص تا سال 2030 با 50% رسانیدن فراگیری و تحصیلات تا مکتبی تأمین نمود. همچنین وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، مرکز ملی تستی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت زیاد نمودن جایها در اختصاص‌های تا مکتبی مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و در آینده پوره تأمین نمودن مؤسسه‌های تا مکتبی با کادرهای صاحب اختصاص تدریس‌های سودمندانه شد. کشورهای متمدن، کشورهای رشد کرده، ترقی کرده از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اقتصادی، آنها تعلیمات 12 ساله دارند و حالا فکر کرده ایستادند که تعلیمات 14 ساله کنند. یکی از سبب‌های رشد، ترقیات، پیشرفت مخصوصا ساحه علم و تکنولوژی در این کشورها همین است. حاضرین گرامی، تحصیلات میانه عمومی یکی از زینه‌های مهم ساحه معارف محسوب یافته در دوران صاحب استقلالی با مقصد بهتر کردن شرایط تعلیم و تربیت هزارها مؤسسه تعلیمی زمانوی بنیاد کرده شد. در برابر دستاورد و پیشروی‌ها در نظام تحصیلات میانه عمومی همچون تحکرسی اساسی تعلیم و تربیت و عامل رشد نیروی انسانی هنوز یک قطار مشکلات و دشواری‌های حل طلب وجود دارد. تکمیل و بازنگری سندهای معیاری حقوقی، صفت تعلیم، تأمینات با کادرهای آموزگاری، کتاب‌های درسی، کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌ها، سوادناکی رقمی و تربیت نسل نورس در رویه خودشناسی ملی از جمله آنها میباشد. استاندارد دولتی تحصیلات میانه عمومی که همچون سند معین کننده این مضمون و سطح تحصیلات عمل میکند وابسته به پیشرفت و دیگرگونی‌های جهانی معاصر به تجدید جدی نیاز دارد. تهیه و قبول استاندارد نوی دولتی تحصیلات میانه عمومی که به نتیجه تعلیم شخصیت ساز و پیوستگی مکتب با حیات واقعی تکیه میکند امری ضروری است. تطبیق چنین اصلاحات باید در اساس تحلیل عمیق وضع کنونی تحصیلات و تجربه پیشرفته بین المللی عملی کرده شد. همچنین مطابق سازی استاندارد با شرایط مکتب‌ها رشد محیط اینواسیونی و رقمی باید تامین گردد.
قبول ستاندارد نوی دولتی باید به بهبود واقعی صفت تحصیلات، بالاروی قابلیت رقابت ختم کنندگان و تشکل نظام تعلیمی استوار و جوابگوی به نیازهای زمان مساعدت نمود. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، کمیته عاید به تحصیلات میانه و ابتدایی کسبی، مرکز تحقیقات استراتژی، اکادمی تحصیلات تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار باید وابسته به این مسئله با اشتراک متخصصان بلندپایه ساحه، آموزگاران تجربه‌دار، محققان و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی گروه کاری بین اداروی تأسیس دهند. در همه زمینه‌های تحصیلات و مخصوصاً در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی صفت تعلیم عامل معین کننده نتیجه کار می باشد. برای رسیدن به نتیجه نظر است در این سمت تطبیق تدبیرهای زیرین را با مقصد موافق می شمارم. یکم، با در نظر داشت تجربه کشورهای موفق تهیه نمودن معیارهای یگانه معین کننده صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تعلیمی، زیرا 10 سال هاست که هم در مؤسسه‌های تعلیمی و هم در ساختارهای ساحه صفت تحصیلات تنها از روی بهای 4 و 5 گرفته خواننده معین کرده می شود. دوم، در زمینه استراتژی ملی ارزیابی صفت تحصیلات برای دوره تا سال 2044 تأسیس دادن مخزن یگانه جهت تحلیل، ارزیابی صفت دانش، ملکه و مهارت تعلیم گیرندگان توسط تکنولوژی‌های رقمی. سوم، فراهم آوردن شرایط برای اشتراک در ارزیابی‌ها و برنامه‌های بین‌المللی. چهارم، پیوسته بررسی نمودن نتیجه‌های مانیتورینگ و ارزیابی صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تعلیمی و اندیشیدن تدبیرهای اضافی جهت بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت. تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری یکی از مسائل اساسی در ساحه معارف محسوب یافته. روند با مرام تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان با آن رابطه بی‌واسطه دارد. سال 2024 در اساس تقسیمات 3168 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی به مؤسسه‌های تعلیمی شهر نوآیار سفربر کرده شدند. حالا مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کشور با 3848 نفر آموزگار احتیاج دارند که نسبت به سال گذشته 1 برابر کمتر است. وابسته به این بار دیگر تاکید می نمایم که وزارت معارف و علم، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نوآیار باید در مدت 1 سال مسئله نارسایی کادرهای آموزگاری را پر برطرف نمایند. خود همین سال مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی را 17200 نفر ختم کردند. برای ما همگی 3500 در کار. یعنی که خود حاضر تامین کردن ممکن سخت است. همزمان با این ضرورت پیش آمده است که با در نظر داشت جاری نمودن اقتصاد رقمی، تطبیق چاره‌بینی‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، موثرسازی روند تحصیلات، پر تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری و دورنمای آماده سازی کادرها در ساحه آموزگاری، برنامه دولتی آماده نمودن کادرهای آموزگاری تهیه کرده شود. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساحوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی برنامه مذکور را در مدت 6 ماه تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. یکی از مسائل مهم زمینه تحصیلات میانه عمومی و در عموم ساحه معارف تألیف کتاب‌های درسی نسل نو میباشد. کتاب درسی باید خواننده را نه فقط
به درجه شناخت علم رساند بلکه اندیشه او را بیدار سازد. در نهاد خواننده جهانبینی دنیوی احساس وطندوستی و خودشناسی ملی را تشکل دهد. وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساوی و مرکز تحقیقات استراتژی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان صاحب تجربه کنسپسیون تهیه کتاب‌های درسی را از نو تهیه و پیشنهاد نمایند. همچنین ضرور است که کتاب‌های درسی برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی پیش از نشر از تشخیص عالمان اکادمی ملی علم‌ها گذرانیده شوند. وابسته به این وزارت معارف و علم وظیفه‌دار کرده می‌شوند که کار را در این سمت تقویت بخشیده تا آخر سال روان احتیاجات مؤسسه‌های تعلیمی را با کتاب‌های درسی پوره قانع نمایند. همچنین امروز زمان فرا رسیده است که ما پداگوژیک ملی خود را با استفاده از دستاورد و نوگانی‌های زمان معاصر تشکل دهیم و انجام دادن این کار پیش از همه وظیفه عالمان ساحه پداگوژیک میباشد. حاضرین گرامی، در یکی از پیام‌های خود ذکر نموده بودم که زینه تحصیلات ابتدایی کسبی در شرایط کنونی یکی از زینه‌های افضلیت‌ناک تحصیلات کسبی در جمهوری بوده برای بلند برداشتن اقتدار ذخیره‌های انسانی و صاحب کسب نمودن شهروندان سهمی باسازا می‌گذارد. با در نظر داشتیم اهمیت این مسئله و با مقصد تأمین نمودن رشد منبعی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی دو روز پیش با قرار حکومت مملکت برنامه مخصوص برای دوره سالهای 2026 و 2030 قبول گردید که جهت عملی نمودن آن از بودجه دولتی 300 میلیون سومانی جدا کرده میشد. حالا در کشور 66 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت داشته. در آنها از روی 14 سمت و 330 کسب و اختصاص برای اقتصاد ملی کادرهای کارگری تیار کرده می شوند. در این مؤسسه‌های تعلیمی 23500 نفر خوانندگان با کسب آموزی جلب گردیدند که 1605 نفر آموزگار و 978 نفر استاد تعلیمی استحصالی با تعلیم و تربیت آنها مشغول می باشند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در نظام تحصیلات ابتدایی کسبی در سمت تجدید نظر نمودن استاندارد، نقشه و برنامه‌های تعلیمی، کتاب‌های درسی، مواد تعلیمی، استفاده تکنولوژی‌های معاصر در روند تعلیم کارهای معین به انجام رسانیده شده، گزارش به نظام بسیار خالی بهادهی همچون قدم نوبتی اصلاحات ساحه پیش‌بینی گردیده است. کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه دار کرده می شود که مسئله گزارش به نظام بسیار خالی بهادهی را در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی مورد تحلیل و آموزش قرار داده پیشنهاد خود را در مهلت 3 ماه و حکومت مملکت منظور سازد. سال 2024 مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی را بیش از 8000 نفر ختم کردند که 76% آنها با جای کار تامین گردیده، 24% با جای کار حاضر نشدند یا تحصیل را در زمینه‌های دیگر ادامه داده ایستادند. مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی حالا دارای 97 بنای تعلیمی با 29000 جای نشست میباشند که از این 14 بنا صدموی بوده، بناهای 12 مؤسسه با از نوسازی و 22 مؤسسه تعلیمی دیگر با تعمیر اساسی نیاز دارند. در این زمینه تحصیلات 54 خوابگاه وجود دارد که 80% آنها باید تعمیر و از نوسازی کرده شود. ذکر باید کرد که هنوز در 16 شهر نایه
مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی وجود ندارند. بنابراین ضرور است که در مرکز این شهر نایاها مرکز جماعت‌های دهاتی که شماره اهالیشان از 10,000 نفر زیاد است، اینچنین در نزد وزارت و اداره‌های داخلدار و کارخانه‌های کلان استحصالی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی یا گروه‌های مقصدناک تعلیمی یا فیلیال‌های آنها تأسیس داده شوند. سال جاری کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی با دستگیری حکومت مملکت و شریکان رشد ساختمان تعمیر و از نوسازی 37 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی را به نقشه گرفته است و این روند باید وسعت داده شود. حالا مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی با کتاب‌های درسی عمومی تعلیمی تامین می‌باشند، ولی نارسایی کتاب‌های درسی از فن‌های تخصصی جای دارد. کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جهت حل مسئله مذکور باید تدبیرهای عملی اندیشیده نقشه تهیه چاپ کتاب‌های درسی را برای این زمینه تحصیلات تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در تامین ساحه‌های اقتصادیات مملکت با کادرهای صاحب اختصاص کارگری در ردیف تحصیلات ابتدایی کسبی 66 مرکز تعلیم کلانسالان نقش مهم دارد. در این مرکزها قوه کاری استفاده نشده که حالا 30% ذخیره‌های مهنتی را تشکیل می‌دهد با کسب آموزی و تکمیل اختصاص فرا گرفته برای فعالیت منبعد روانه کرده می‌شود. ولی از جانب مقامات مربوطه و مسئولین ساحه امکانیت‌های این مرکزها به طور کافی استفاده نمی‌گردد. مثلا سالهای اخیر با دستگیری بانک آسیایی رشد در شهرهای خوجند، باختر، راغون، نایای دنگره و واسه 5 مرکز کسب آموزی خدمت‌رسانی و رشد ملکه ها تأسیس داده شدند که اقتدار آنها برای به کسب آموزی جلب نمودن شهروندان در یک سال 8,000 نفر را تشکیل داده به ختم کنندگان سرتیفیکات درجه بین المللی میدهند. یعنی سرتیفیکات میگیرند که تمام دنیا در کدام کشوری نباشد روند با این سرتیفیکات با جای کار باید تامین. اما در نیم سال یکم سال جاری در این مرکزها همگی 1,500 نفر به کسب آموزی فرا گرفته شده است. بنابراین به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که جهت هرچی بیشتر به کسب آموزی فرا گرفتن شهروندان اینچنین پوره و تنظیم در آوردن نظام کسب آموزی کلانسالان تدبیرهای مؤثر اندیشید. امروز در کشور در 86 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی از روی 250 اختصاص متخصص آماده کرده می شود که این نسبت به سال 1991 43 مؤسسه و 126 اختصاص زیاد می باشد. شماره مؤسسه‌های این زمینه تحصیلات سال به سال زیاد شده ایستاده است و مستحکم نمودن پایه‌های مادی و تکنیکی آنها یکی از مسائل مهم و حل طلب به شمار می رود. از این رو کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و دیگر وزارت و اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی دارند وظیفه دار کرده می شوند که در همکاری با شریکان رشد جهت مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌جویی نمایند. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی 16,187 نفر آموزگاران و کارمندان از جمله 28 نفر دکتر علم و 247 نفر نامزدهای علم فعالیت دارند. باید گفت که شماره آموزگاران درجه و عنوان علمی داشته حالا هم ناکفایه می باشد و کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی برای بیشتر جلب کردن چنین آموزگاران تدبیرهای مشخص اندیشد. اینچنین کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه دار کرده
می شود که با جلب متخصصان صاحب تجربه مؤسسه‌های تعلیمی و وزارت و اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی دارند برای حل مشکلات دیگری ساحه از جمله تهیه و چاپ کتاب‌های تخصصی چاره‌های الهه گردیده شد. حاضرین گرامی، تحصیلات عالی کسبی یکی از پایه‌های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی هر یک دولت به شمار می‌رود. در جهان معاصر که با سرعت تغییر یافته طلبات بازار مهنت پیوسته نو می‌گردد، ضرورت به تحصیلات عالی همچون محیط تولید دانش، تکنولوژیا و اینواسیون بیش از پیش احساس می‌گردد. محض توسط تحصیلات عالی با صفت جامعه می‌تواند به کادرهای تکیه نماید که با دانش، مسئولیت شناسی و دید وسیع مجهز بوده در همه ساحه‌های حیات نقش فعال بازیده می‌توانند. امروز در کشور 48 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی عمل می‌کند که در آنها بیش از 213,000 نفر دانشجو به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. یکی از آنها دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان می باشد که امروز ما بینای نوی آن اینچنین بینای مرکز رشد ملکه ها، کسب و آموزی و خدمت رسانی را افتتاح نمودیم. باید ذکر نمود که دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همچون نخستین مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دارای مقام بین المللی در کشور با دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت در ظرف سالهای آخر به مرکز پیشبر آماده سازی متخصصان رقابتناک طبق نظام بسیار زینگی تحصیلات تبدیل یافته است. سال 2021 ضمن افتتاح دو بینای تعلیمی دانشگاه مذکور و گذاشتن سنگ اساس بیناهای دیگر دستور داده بودم که با هدف هرچی بیشتر به تحصیل و کورس‌های آموزشی فرا گرفتن اهالی ساختمان بیناها با اصول معاصر معماری و بلندآرشانه عملی کرده شد. چنانکه امروز می‌بینیم انشاءات مذکور عبارت از مرکز رشد ملکه ها، کسب آموزی و خدمت رسانی، مرکز اداره کنی رقمی تحصیلات، مرکز دیپلماتیای سبز، مرکز رشد سیاحی و صاحبکاری، صبحخانه‌های تعلیمی، مجموعه ورزشی، آشخانه، کارگاه دوزندگی و خوابگاه با سطح و صفت بلند بنیاد و به استفاده داده شد. در رابطه با این برابریت دانشگاه سفارش داده می شود که با آغاز فعالیت مرکز رشد ملکه ها، کسب آموزی و خدمت رسانی در همکاری با وزارت و اداره‌های مربوطه برای جلب هرچی بیشتری ساکنان مملکت برای کسب آموزی چاره‌جویی کرده دانشجویان را نیز در برابر گرفتن اختصاص و آموزش کسب‌های علاوه سفربر نمود. بسیار خوب، هر دانشجویی که میتونه وقت آزاد داشته باشد غیر آنه که اختصاص میگیرد با دور نرفتن در اینجا کسب‌های دیگر را میتواند اسود کند. همزمان با این با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 و استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری برای دوره تا سال 2040 پیشنهاد می‌نمایم که در زمینه دانشکده سیاحی دانشگاه اکادمی سیاحی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تأسیس داده شود. در این روند در نظر باید داشت که استفاده پوره امکانیت‌های وسیع کشور ما در سمت جلب سیاحان، رشد ساحه سیاحی و برای فعالیت در این بخش مهم هرچی بیشتر فرا گرفتن جوانان از جمله ضرورت‌های روز و تقاضای زمانه می باشد. 20,000 دانشجویان تحصیل می کنند.
آینده من فکر میکنم باز زیادتر هم میگیرند چون که فیلیال های این دانشگاه در دیگر شهر و نواح ولایت های مملکت بنیاد کرده شده ایستاده است. از 6 دولت دنیا علاقه در اینجا دانشجویان تحصیل میکنند. حاضرین گرامی، مسئله آماده کردن آموزگاران ساحه طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی یکی از مسائل مهم در نظام معارفی مملکت محسوب می‌یابد. از این رو ما را لازم است که در آینده از فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی آموزگاران و محققان سطح بلند را آماده نموده روند عملی شوی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف را تقویت بخشد. از این لحاظ وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا و مرکز ملی تستی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با مقصد آماده نمودن آموزگاران بلند اختصاص رویه‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی قبول داوطلبان را به گروه‌های بودجتی زیاد نمایند. تحصیلات در زمینه‌های ماجستراتورا و دکتراتورا از روی اختصاص زمینه مهمی آماده کردن کادرهای جوان علمی و حساب می‌رود. ولی در این زمینه‌ها شماره داوطلبان از حساب جوانان سال به سال کاهش یافته ایستاده است. سال 2024 نقشه قبول به زمینه ماجستراتورا 34% را تشکیل داده است که چنین حالت خیلی تشویش آور می‌باشد. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم و اکادمی‌های ساحوی وظیفه‌دارند که وابسته به اصلاح وضع به وجود آمده چاره‌های مشخص و بی‌تأخیر اندیشه. حاضرین محترم، طوری که امروز مشاهده می‌کنیم تا متشنج گردیدن وضع سیاسی و نظامی جهان و افزایش جنگ و نزاعات در گوشه‌های گوناگون سیاره انسانیت را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. در چنین شرایط پرتضاد حفظ صلح، امنیت ملی و ثبات استوار در کشور وظیفه مهمترین همه ما به خاطر تامین نمودن پیشرفت همه ساحه‌های حیات از جمله ساحه معارف می‌باشد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که صلح عامل مهمترین رشد معرفت انسان و پیشرفت جامعه است. صلح محیط مساعد فراهم می‌آورد که نسل نو به جای ترس از جنگ و ناامنی با سواد و دانشمند، خوش اخلاق و خودشناس و صادق به وطن به کمال رسد. با درک همین حکومت مملکت در فعالیت خود رشد ساحه معارف را پایه استوار دولتداری معاصر می‌سازد. زیرا تنها ملتی که با سواد، دارای معرفت باصفت و کادرهای بلند اختصاص است می‌تواند در عرصه جهانی صاحب مقام باشد. از این رو در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلالی با وجود مشکلات زیاد در ردیف ساحه‌های دیگر، ساحه معارف نیز رشد یافت و به پیشروی‌های نظررس نائل گردید. مهمتر از همه در این دوره نسل نوی که محبت به وطن، ارزش‌گذاری به هویت ملی و توجه به علم و معارف در محور شخصیتش قرار دارد به میان آمد. این نسل برای آینده حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور کارهای زیادی را به انجام می‌رساند. زمانی معاصر که با آن هم ترقیات باصورت و هم مشکلات زیاد گلوبالی خاص است، شخصیت‌های دارای معلومات کامل و از هر جهت فعال را تقاضا دارد. فراموش نباید کرد که کار تنها با مبلغ‌زاری ساحه به اتمام نمی‌رسد، بلکه مهمتر آن است که جوانان ما حس بلند ملی و جهانبینی وسیع معاصر داشته باشند، وطن خود را صدقاً دوست دارند، تکنولوژی‌های زمانوی را از خود نمایند
و زبانهای خارجی را خوب دانند. پدر و مادران گرامی باید همیشه در یاد داشته باشند که آینده روشن و پرسعادت فرزندان قبل از همه به سطح مسئولیت شناسی آنها در سمت تربیت معنوی، اخلاقی و روحی و روانی فرزندان وابسته می باشد. در این سمت استادان و آموزگاران و اهل معارف نیز مسئولیت و نقش بزرگ دارند. محض آموزگاران مشعل افروزان جامعه قادرند که امروز و فردای دیار را با نور معرفت منور سازند و در رشد و ترقیات دولت و ملت حصه سزاوار گذارند. امروز ما تنها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی هیئت 131,000 نفره آموزگاران را داریم که این قوه و قدرتی بزرگ است. علاوه بر این در دانشگاه و دانشکده‌ها و پژوهشگاه و اکادمی‌های مملکت هزارها نفر عالمان و دانشمندان فعالیت دارند که آنها نیز نیروی بزرگ معنوی میباشند. ضرور است که این اقتدار ذهنی بیشتر متحد و فعالیت آن به سمت صاحب معرفت و دانشمند گردانیدن نسل جوان کشور سفربر کرده شود. آموزگار شأن و شرف ملت است و امروز و فردای هر یک کشور و جامعه از سطح معرفت و فعالیت او وابستگی کلان دارد. خرد آموزگار جهل و خرافات را از بین میبرد و سرچشمه کامیابی ها میگردد. در برطرف سازی تمام مشکلات ملت و دولت پیش از همه آموزگاران سهمگذارند. احترام آموزگار از طرف هر یک فرد احترام خود، احترام ملت و احترام جامعه است. ما مقام آموزگار را هر قدر بلند برداریم، جامعه همان قدر موفق و پیشرفته می گردد. سال گذشته در سخنرانی به مناسبت روز دانش من به ساختار و مقامات مربوطه سپارش داده بودم که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. حالا این سند مهم از جانب حکومت مملکت معقول دانسته شده به بررسی پارلمان کشور ارسال گردیده است. قبول این قانون مرحله نوی را در فعالیت آموزگاران و عموما در حیات اهل کشور افتتاح خواهد داشت. میخواهم یک نکته مهم را بار دیگر تکرار نمایم. مسئله تعلیم و تربیت مربوط به امروز و آینده هر یک ماست. از این رو در تعلیم و تربیت نسل نورس باید ذره به سرلنگاری را ندهیم. سرطلب باشیم و نسبت به تقدیر آینده فرزندانمان با کمال مسئولیت مناسبت نماییم. اهل معارف، پدر و مادران، ضیایان فعالان و عموما تمام جامعه یک جا با مقامات حفظ حقوق باید کوشش نمایند که جنایتکاری و همه گونه قانونشکنی ها در بین نورسان و جوانان پیشگیری کرده شد. ما وظیفت داریم که نورسان و جوانان را تربیت درست دهیم، آنها را برای راست هدایت نماییم. به فرزندان خود برای آموختن علم و دانش و کسب و هنر شرایط بهترین مهیا سازیم و همیشه در فکر آن باشیم که فرزندان ما در زندگی آینده خویش اذیت نکشند. تکرارا تاکید می نمایم که این وظیفه انسانی و قرض ایمانی نه تنها اهل معارف و پدر و مادران بلکه تمام جامعه می باشد. مکتب، عائله و جامعه این سه نیروی مسئول و توانا باید اتحادی همیشگی داشته باشند
و به خاطر تعلیم و تربیت شایسته نورسان و جوانان در همبستگی جد و جهد نماید. تاجیکستان وطن محبوب ما، هستی ما و آبروی و اعتبار ماست. فرض فرزندی و وظیفه شهروندی ما و شماست که به خاطر پیشرفت و آبادی دیار بیشناسای خود، خصوصا در دایره آمادگی و جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولتی پیوسته زحمت کشیم و آبروی تاجیکستان محبوبمان را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداریم. من به مردم شهرآباد کشور از جمله جوانان و نورسان وطن دوست تاجیکستان مراجعت کرده تاکید می نمایم که ما باید به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی همیشه سرجم و متحد باشیم، حس بلند ملی داشته باشیم و تمام توان و نیروی خود را برای آبادی وطنمان و پیشرفت دولت صاحب اختیارمان روانه سازیم. با ایثار اعتماد به آینده آباد وطن عزیزمان بار دیگر کل استادان و شاگردان، دانشجویان و تمام ساکنان کشور از جمله همه شما حاضرین گرامی را به افتخار آغاز سال نو تحصیل و روز دانش صمیمانه تبریک میگویم. به خوانندگان و دانشجویان خوانش خوب و اعلی، به استادان و آموزگاران برای کار و به مردم شریف تاجیکستان زندگی با سعادت آرزو می نمایم. همیشه سربلند و تنصیحت باشید هموطنان عزیز.